ای قوم لعنت کرده شده، ای یهودی بدبخت، خلیج فارس بود، هست و میماند تا قیام قیامت انشاءالله. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. دوستان ببینه که این یهودی بدبخت چی فتنه های در دنیا آورده ایستاده است و فکر کرد که اهل فارس ملت با آب و رو، ملت بننگ با ناموس که از سلمان فارس سر کرده تا ابو علی بن سینا، سعدی شیرازی، امام اعظم، چی بزرگ‌هایی که در دین و دنیا خدمتشون رسیده است، همچنین مثل برادران عرب، لبنان، سوریه و فلسطین که یک عصر خونشون را ریزانده ایستادن، همچنین است امانه خطای بزرگ کرده است. این اهل فارس، ملت فارس، یک زدی 10 میگیری. همچنین که این بدبخت یهود خود حمله کرد و همچنین جوابش انشاءالله گرفته ایستاده است. من از مردم ایران، از برادران مسلمان فارسی زبان، هر نفری که زبانی منم میفهمه، دعا میکنم پروردگار شهیدانی که در راه خدا، در راه حفظ وطن، که این یک از فرض الهی است که برای حفظ وطن باید جان بدی، جان دادن، پروردگار رحمت مغفرت قیامتشون آباد کنه. ای ملت ایران، ای برادران همزبان، ما قطعی شما همزبان هستیم، یک فرهنگ داریم، یک قوم هستیم. همیشه فراموش نکنید که ملت تاجیک در غم و شادی شما غم شریک و شادی شریک است. پروردگار دست بالا کنه، در بالای این یهودی ظالم شما را پروردگار غالب گردونه و دست بالا گردونه، شهیداتون را رحمت و مغفرت قیامتشون آباد گردونه. الله دست بالا کنه ملت سربلند ایران. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. میگه بوی جوی مولیان آید همی، یاد یار مهربان آید همی، ریگ آموی و درشتی راه اوی، زیر پایم پرنیان آید همی. با خلاصه سختی راه آسونه، یاد دوستان و یاد یاران. هیچ شادی نیست اندر این جهان برتر از دیدار روی دوستان. برابر